با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از تلویزیون جهانی پارس تقدیم حضورتون میکنم. با احتساب پیام‌های بازرگانی جمعاً مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با مهمان گرامی، دوست داشتنی و صادق و خالص و خلص برنامه که حضورتون معرفی خواهم کرد. همه شما این شخصیت رو با این صفات میشناسید و لزومی نداره که من بگم. منظورم آقای مرتضی برجسته است که امروز مهمان برنامه ما هستند با پیشینه پر از ماجراهای میتونم بگم جیمز باندی و غیر و ذالک. عرض کنم حضورتون که تظاهرات به شدت ادامه داره و جوانان ما علی رغم خطری که متوجهشون هست و دارن کشته میدن دمی باز نمی ایستن و در جای جای مملکت به بهانه‌های مختلف دارن تظاهرات خودشون رو بیشتر و بیشتر به گوش جهانیان میرسونن. فریادهای آزادی خواهانشون رو، فریادهای ضد جمهوری روباهایی که من بهتر از این صفتی در این جماعت آخوند نمیبینم. اینا رو باید بگیم روباهایی که عمامه به سر هستند و مبارزاتی رو که مردم در کوچه و خیابان بر علیه هر عمامه به سری انجام میدن، عمامه ها رو از سرشون پرت میکنن و خوش‌ذوقی و ابتکاراتی رو که جوونا به خرج میدن و در فضای مجازی و در اینترنت و در امکانات رسانه‌ای وسیعی که در دسترس هست اینا رو به نمایش میگذارن. از جمله کاش میتونستم اینو از قبل برای امیر شهرتی عزیز کارگردان فنی برنامه که همیشه در بهترین کمک رو ارائه میده به من بفرستم که یه کمی تأخیر شد. عمامه هایی رو درست کردن که مثل این کلاه خودایی که زیرش یه دونه تسمه داره که اینو محکم میکنه. گفتن عمامه های به اصطلاح مسئول از پرتاب کردن و آثار هنری که در طول این نزدیک به 50 روز هموطنان جوان ما با استعداد ما در ایران در خارج از کشور درست کردن و به نمایش گذاشتن حیرت انگیزه. ما با داشتن مقامات عالی رتبه در کشورهای مختلف نگاه می‌کردم، خانم اسکندری شهردار فرانکفورت هستن، در پارلمان بروکسل یک نماینده خانم فوق‌العاده مبارز که مبارزه اونجا میکنه و به خاطر این کمک به زنان آزادیخواه ما و شجاع ما داره در بروکسل بلژیک فعالیت میکنه. عرض کنم حضورتون که آقای کسان دیگه خیلی زیادن، یعنی واقعا ایرانی ها هر جا رفتن با این عمامه پیدا کرده امیر عزیز و به نمایش گذاشت. ممنونم ازش. عرض کنم حضور که گفت از ما به یک اشاره از امیر به سر دویدن، درود به او. عرض کنم که یکی دیگه از شخصیت هایی که در نروژ رئیس پارلمان نروژ هستن خانم آقای مسعود، جناب آقای مسعود قراخانی هستند
و تعداد زیاده، در آلمان، در فرانسه، در جای جای دنیا، هر جا که ایرانی‌ها رفتن با یک پشتوانه علمی، افراد باسواد و ثروت‌های علمی رو که با خودشون بردن، دانشی رو که با خودشون بردن، تونستن همه جا سر باشن. از تمام کسانی که مهاجرت میکنن، از تمام گروه هایی که مهاجرت میکنن به کشورهای اروپایی یا امریکا. در امریکا یادم هست که چندین سال پیش، میتونم بگم 15 سال 20 سال پیش، در صحبتی که با دکتر عباس میلانی عزیز میکردم، بررسی کرده بودن که هموطنان ما ایرانی که آمدن به خارج از ایران، به خصوص آمدن به امریکا، کنترل تریلیون دلار سرمایه رو عهده‌دار هستند. اینا واقعا باعث سرافرازی ما هست. اون وقت یک رژیم عقب افتاده قرون وسطایی که 43 سال، نزدیک 44 سال هست که واقعا تسمه از گرده مردم ما کشیده، ظلمی که به زنان کرده، ظلمی که به اقلیت‌های دینی و مذهبی کرده، ظلمی که به اصطلاح کردها، لرها، بلوچها، عربها، که الان ما این شعار همبستگی رو میبینیم از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. اینها فریادها و ندایی است که جهانیان نمیتونن چشمشون رو ببندن بهش. من با فرصتی که معمولاً کوتاه هست و ترجیح میدم که این فرصت به مهمانان گرامی برنامه داده بشه، دیگه از پرگویی خودداری میکنم و میرویم به ملاقات جناب مرتضی برجسته، این هنرمند، این کسی که بدون تظاهر و بدون من گفتم همواره فعالیت داشته، با کارهای هنری که انجام داده از دیرباز یک نوع به اصطلاح سلحشوری رو القا کرده و در شنبه گذشته در تظاهراتی که در گلندل برگزار شد، به نظر من یکی از زیباترین و بهترین آثار هنری که اونجا ارائه شد اثری بود که این بار مرتضی برجسته ارائه داد و تکخال بود در اون مراسم. سلام میکنم به مرتضی جان عزیز و ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفت. یک دنیا ممنون. من هم درود میفرستم خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی ممنون از این محبتایی که داشتین به من واقعا هر کاری که میکنم آقای حجازی وظیفه خودم میدونم نسبت به مملکتم، کار اضافه ای نمی کنم. اگر کسی در یک چنین موقعیتی مخصوصا هنرمندان اگر که از پشتیبانی مردم برخوردار بودن، من که 55 سال روی صحنه میخونم، امروز هست که به من احتیاج دارن، اگه حرکتی نکنم واقعا خیانت کردم. نه اینکه وظیفه‌مو انجام بدم، اصلا خیانت کردم. ما وظیفه داریم نسبت به مردم. در این روزها حال دل ما زیاد خوب نیست، ولی ته دلمون یک شور و هیجانی هست که فکر میکنیم که امیدواریم به این آزادی برسیم. این فعالیت رو باید ایرانی‌های خارج از کشور و داخل کشور همگام با هم باشن و حرکت بکنن. من نمیدونم که مستبدین در تاریخ کورن، کرن، نمیبینن این چیزها رو. فرمانده سپاه پاسدار وقتی 2 روز بیشتر اومد با قدرت گفتش دیگه تمام شد و همه چی رفت، و این دهنکجی که در روز گذشته حداقل
به این فرمانده سپاه کردن مردم و در 40 این درگذشتگان انجام دادن، نشون دادن که پشیزی برای حرفهای این آقا قائل نیستن و برای مملکت برای حکومت قائل نیستن، به خاطر اینکه اینا اعتبار خودشون رو در جامعه از دست دادن، حتی بین اون کسایی که طرفدارشون بودن، حتی بین اون کسایی که فکر میکردن که اسلامی هستن، مؤمن هستن، اونها هم دیگه برای اینا پشیزی قائل نیستن. هفته گذشته به حرم شاه چراغ حمله کردن، فکر میکردن این ترفندهای کهنه خودشون، ترفندهایی که قبلا اجرا کردن مثل ساختمون پلاسکو، بمبگذاری در حرم امام رضا، متروپول، سانچی و خیلی چیزهای دیگه، یک نمایش کمدی مسخره در شاه چراغ پیاده کردن و فکر میکردن که مردم، اونایی که مذهبی هستن در شیراز یا در جاهای دیگه، اینا به هیجان بیان و فکر کنن مردم عادی هستن که این کارو میکنن و بر علیه اونا شورش کنن و خوشبختانه اینا هر کاری که میکنن دستشون رو میشه، میرن بعد دختر مردم رو میکشن، بعدن از پشت اون پرتش میکنن پایین، میگن که این خودکشی کرد. مهسا رو میکشن، بعد میگن که قلبش ناراحت بوده. هر ترفندی که میزنن بر علیه خودشون و بر ضد خودشون هستش و این روزهایی هستش که بسیار بسیار موقعیت تاریخی عجیبی در مملکتمون هستش. اسم مهسا امینی دیگه از حالت یک اسم در اومده به حالت یک لوگو شده در دنیا و وقتی که یک امریکایی یا یک اروپایی یا یک هر کسی خارجی اسم مهسا امینی رو میاره، نمیدونه که این اسم، فکر میکنه این که لوگوی انقلاب ایران هست و خواسته های مردم ایران دیگه از مسئله مهسا امینی یا حجاب گذشت. مهسا امینی و حجاب یکی از گرفتاری های مردم ایران هست. معضلات مردم ایران دیگه فقط حجاب نیستش، دریای شمال هست، خلیج فارس هست، خاک وطن هست، نفت ایران هست، فرار مرزها هست و این چیزهایی هستش که و در نهایت آزادی میخوان، آزادی نسلی که احساس میکنن که اگر کوتاه بیان در یک چنین شرایطی واقعا دیگه همشون رو قتل عام میکنن. بنابراین تا آخرین نفسشون اومدن در صحنه خیابونها و اینها قهرمانهای مملکت ما هستن. اینها تاریخ یک مملکت رو رقم زدن، ورق زدن. آقای حجازی، در تاریخ 43 ساله مملکت ما چنین همبستگی در داخل ایران وجود نداشته بین مردم و عشق وجود نداشته. حکومت معلم جامعه هست و این حکومتی که یاد داده بود به این بچه ها که چه باید بکنن، شستشوی مغزی داده بود به این بچه ها، الان بر علیه خودشون بلند شدن و اینها با اینترنت با جامعه جهانی در رابطه هستن. اینا دنیا رو دارن میبینن. با سال 57 بسیار بسیار متفاوت هست. اینا خودجوش رستاخیز کردن و دولت‌های خارجی رو به قول معروف در کورنر گذاشتن و آچمزشون کردن و یهو اینا سورپرایز شدن که چه اتفاقی افتاده. و در تاریخ جهان به نظر من وجود نداشته که یک چنین حرکتی در یک مملکتی بتونه در تمام جهان انقدر اثر بذاره و مردم رو تهییج بکنه و احساساتی بکنه که یک حکومتی چگونه بر علیه مردم خودش داره شورش میکنه و چگونه داره اینها رو سرکوب میکنه. من بله خواهش میکنم. میفرمایید، ادامه بدید خواهش من فکر میکنم که این انقلاب یک انقلاب خودجوش بوده و باید با محوریت جدید حرکت بکنه و ادامه پیدا بکنه. اعتصابات مهمترین مسئله هستش، ولی ما الان باید واقعا بدونیم که اگر که قرار اعتصابهایی در ایران صورت بگیره با سال 57 بسیار بسیار متفاوت هستش. مردم در سال 57
در رفاه بودن، میتونست علنگوی زنشو بفروشه، میتونست پسنداز زندگی کنه بره تو خونه بشینه. و این فقر مصنوعی که در ایران به وجود آوردن در طی سالهای گذشته باعث شده که مردم رو اونطور که دلشون میخواسته دنبال خودشون بکشونن و در کورنر قرار بدن. اینا با فقر مصنوعی مردم رو به استادیوم ها میکشن، فرمانده میخونن، با فقر مصنوعی مردم رو به خیابون ها میکشن که یک ساندیسی یک چیزی به مردم بدن و اینا رو بیارن. با فقر مصنوعی اینا رو به پیاده به کربلا میکشونن. و الان سال 57 نیستش که مردم واقعا داشته باشن و بتونن، و این یک مسئله خیلی مهمیه. ولی با تمام این تفاصیل میبینیم که مردم از گلوی خودشون، از حنجره خودشون مایه میذارن، از گلوی زن و بچهشون میزنن و باز هم مغازه هاشون رو میبندن. و اصولا میگن که وقتی که 21 روز از اعتصابات مردم، از تظاهرات مردم میگذره، ارتش باید بیاد به کمک مردم. و متاسفانه الان میبینیم که نزدیک به 1.5 ماه هست، بیشتر از 1.5 ماه مردم تو خیابون ها هستن و این سرکوب ها ادامه داره و سپاه رو در مقابل ارتش گذاشتن، مردم رو در مقابل مردم گذاشتن، بسیجی ها رو در مقابل مردم گذاشتن و یک بلبشوی عجیب غریبی در ایران به وجود اومده. آقای برجسته، اینا دروغ هم بلد نیستن بگن. یعنی به قدری دروغای اینها ابلهانه و واضح و روشن هست که احدی حتی از مذهبی ترین و معتقد ترین افراد به جمهوری اسلامی باورش نمیشه. و مثلا همین مسئله بازی 2 تیم در ایران، تیم فوتبال که تیم استقلال بود و تیم دیگری که حالا یادم نمیاد، استقلال برنده شد بدون اینکه هلهله و شادی بکنه و اون جام پیروزی رو بله. و اینا اونجا به جاش کاپیتان تیم استقلال آمد و به مردم گفت که جلوی دوربین ها، البته برنامه‌ای رو که پخش میشد زنده از تلویزیون کذاب جمهوری اسلامی صدا و سیما، قطع کردن در اون لحظه و آمد و گفتش که ما این جام رو تقدیم میکنیم به زنان مبارز و عزیزانی که در طول این مدت از دست دادیم. اون وقت اون به اصطلاح رئیس اون گروه ورزشی که معلوم نیست که از کدوم خراب شده ای آمد گفت این تظاهراتی که این حرفایی که ایشون زد و اون چیز رو که تقدیم کرد به قربانیان شاه چراغ بود. خب ببینید اینا مردم مسخره میگیرن، مردم میخندن به ریشه این آدم ها و اینا واقعا قباحت به قدری وقیح و پررو و بیشرم هستن که ابایی ندارن از دروغ گفتن. منتها خوشبختانه همونطوری که شما اشاره کردید این کارا دیگه نخنما شده، به جایی نمیرسه. همین مسئله لطمه ای رو که به تمام مملکت ما، به اموال ما، اموال طبیعی ما، منابع طبیعی ما زدن، خشکاندن زاینده رود، خشکاندن دریاچه رضاییه و بیشمار لطمه هایی که اینا زدن. ای کاش این همبستگی و این یک صدایی از سالیان قبل شروع شده بود، ولی به هر حال همین که الان ما شاهد یک چنین جنبش انقلابی که بهترین عنوانی است که به این جنبش داده شده. خیلی عذر میخوام. ببینید آیه حجازی، این انقلاب و این جنبش از سالها پیش شروع شده بود، منتهای مراتب شکل خاص خودشو نداشت و
این قضیه مهسا امینی به نظر من آخرین قطره‌ای بود که در این کاسه خشم ریخته شد و اونو لبریزش کرد و الان جوانها به خیابون اومدن. شما اینجا، خب ما در امریکا هستیم، میدونیم که در سان فرانسیسکو یک زندانی هست به اسم آلکاتراز. بله. و مردم اونجا به صورت توریست شده و مردم میرن نگاه میکنن و جنایت‌های اون سالها رو نگاه میکنن و براشون عجیب هست. و شما ببینید در قرون وسطا کلیسا خیانت‌هایی که به مردم کرد و شکنجه‌هایی که کرد، تمام این وسایلش رو گذاشتن و به مردم نشون میدن و مردم میرن اینا رو نگاه میکنن و این جنایت‌ها رو مرور میکنن. و من فکر میکنم که زندان‌های ایران، مثلا قرچک یا مثلا زندان‌های کهریزک یا اوین، اینها در آینده موزه هایی خواهد شد که مردم برن جنایت های اینها رو از نزدیک ببینن که چه افتضاحایی بوده اونجا و در چه فجایعی در این زندان ها به وقوع پیوسته و به چه دخترهایی تجاوز کردن و چه کردن با این مردمی که در اونجا بودن. ببخشید مسئله‌ای داشتین میگفتین مثل اینکه شما و شما ببینید که این جوانها مثل بچه هایی که به حرفهای همدیگه گوش میکنن، واقعا دیگه الان یک طوری شده که اومدن توی خیابون و یک نفر که یک فریادی میزنه مثل اینکه فریاد همه این جوان ها هستش. مثل این اخیراً شما ببینید که یک دونه آهنگی که برای خونده شد چقدر سر و صدا کرد و چقدر در دنیا مؤثر بود. من رو یاد تاریخ میندازه که آهنگ Don't Cry For Me آرژانتینا رو وقتی که میخوندن مردم و میلیون ها آدم با هم سر میدادن، پایه های حکومت رو به لرزه در آورد. وقتی که ملینا مرکوری میرفتش صحبت میکرد در همه جای دنیا، پایه های حکومت سرهنگ ها رو به لرزه در آورد. الان باز میبینیم که یک پسری رو گرفتن اونجا که اومده با رشادت و با قهرمانی در کف خیابون ها به اسم توماج صالحی و آهنگ خونده که سوراخ موش بخر یا فلان فلان، خیلی صحبت های دیگه کرده و این باعث شده که همین آهنگ هایی که در اشاره کردین شما در اوایل صحبتتون که در طول این 43 ساله که انقدر آهنگ سیاسی خونده نشده که خود من حداقل 50 تاشو خوندم، در طول این 45 روز گذشته تعداد آهنگ هایی که خوانده شده بر علیه حکومت اسلامی اصلا بی‌نظیر، حیرت آور هستش. من چون خودم توی این کار هستم میدونم که تولید یک آهنگ، ساخت شعر، آهنگ، ضبط، میکس، خواندن چقدر طول میکشه. الان حیرت آور من میبینم که چقدر داره تولید میشه و اینا فریاد نسلی هستش که در بند بودن سالها و اینها دیگه آزاد شدن. ببینید حکومت وقتی که شما باز اشاره کردید که تو خیابونا ملاها راه میرن و میزنن زیر عمامه هاشون، من میبینم که این به صورت لوگو باز در اومده. دیروز یکی از همین آقایونی که معلوم نیست از کجا پیداشون شده اومده میگه که میترسن ملاها بیان توی خیابون. اینها عمامه‌هاشون رو برداشتن و شبها میرن گردو و نمیدونم بلال میفروشن. منم نوشتم که آقا اینا به شغل اصلیشون برگرد، کار دیگه ای بلد نیستن. چی کار کردن در طول این 43 سال؟ من آرزو میکنم و حتما اینطور هستش که مثل اسپانیا، مثل حکومت اسپانیا که جشن میگیرن هر سال، رفتن اسلام رو از کشور اسپانیا جشن میگیرن و حتما در ایران هم همچین حالتی خواهد شد. یه آقای امروز برای من نوشته بود که جشن عمامه پرون میذارن و خیلی جالب بود. اصلا من رفتم تو فکر دیدم این جشن عمامه پرون یک حالتی خواهد شد در ایران که هر سال حتما در یک روز خاصی که این انقلاب به ثمر میرسه حتما جشن عمامه پرون خواهند گذاشت و کارهای دیگه که یادآور این باشه که مردم
بدونن که این ملاها مثل مرحوم احمد کسروی که میگفت ما یک حکومت به این ملاها بدهکار هستیم و اینا باید بیان تا چهره واقعیشون رو مردم ببینن. همونطور که ببینید آقای حجازی، اینا مسیر خودشون رو از اول انقلاب عوض نکردن. همون چیزی که روز اول انقلاب آقای خمینی اومدش در ایران گفتش که ایران برای ما اهمیت نداره، ملیت اهمیت نداره، اسلام اهمیت داره، و یا آخوند دیگه ای اومد گفتش که اینا غنایم جنگی ما هستن، ما حالا خوبه که به زن و بچه اینا رحم کردیم. اینا از روز اول هدفشون این بوده. یک سری آدم بیوطنی بودن، اصلا معلوم نیست شناسنامه اینا مال عراق مال کجا هست، اینا ریختن توی مملکت و فکر میکردن که مملکت رو تاراج کردن. اینا فکر میکنم مال امیرک خودشون هستش، دریای شمال رو بخشیدن، خلیج فارس رو بخشیدن، خاک رو بخشیدن، درختهای خوزستان رو تمام بریدن بخشیدن، تمام نفت رو بخشیدن و الان اومدن دست همیاری دادن با روسیه و چین و دارن تمام سرمایه های مملکت رو صرف مسائل اتمی میکنن، پهپاد میسازن، اصلا آشوب راه انداختن در خاورمیانه. و من نمیدونم که غرب با این مسئله برجامی که درگیر بودن با اینها یهو در یک خلایی قرار گرفته. من شاید هنوز غرب آمادگی 100% نداره که بیاد کمک بکنه، یا یواش یواش داره از خواب بیدار میشه. من فکر میکنم که خیلی از کشورهایی که با ایران مخالف بودن الان یهو دلشون نمیخواد که این خالی بشه و بیدار شدن الان. بله، این الان واقعا این همین تظاهرات، همین جنبش انقلابی رو که دارن نگاه میکنن دولت مردان جای جای دنیا، از جمله امریکا، آقای بایدن، آقای مالی، رابرت مالی، نمیتونن اینا به اصطلاح بی خیال از کنارش بگذارن و صحبتایی هم که شده گفتن که اصلا مسئله برجام دیگه مطرح نیست و مسئله بعدی ممکنه یک واقعا حمله نظامی باشه اگر جمهوری اسلامی بخواد به این کاراش ادامه بده و اسلحه بده به آقای پوتین که مردم بیگناه اوکراین رو بکشه. ولی خود خمینی، آقای برجسته، قبل از این ماجراها همون اوایل گفت اگر مردم شماها رو بشناسن و بدونن که چه جور آدمایی هستین وای با حالتون. اینو خودش، برای اینکه اون خودش آخوند بود و آخوند شناس. ما رسیدیم به اصطلاح پیام های بازرگانیمون. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعد برگردیم و سوالات زیادی دارم که امیدوارم بتونم همه رو مطرح بکنم در فرصت کمی که میمونه بعد از آگهی ها. و از من تشکر بکنم از انجلو طالبی به خاطر حمایتش از این برنامه. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان 100 وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. آژانس امیری این بار شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می کند. تاریخ حرکت 16 ژانویه. دیدار از قاهره،
اسوان، لاکسور، موزه مصر و مسجد الرفاعی. 3 شب کروز در کابین های لوکس 5 ستاره بر روی آبهای نیل. 4 شب خاطرانگیز در دبی، مرکز منحصر به فردترین معماری مدرن جهان و دیدار از جاذبه های زیبای توریستی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. قیمتی استثنایی $3990. 818 758 2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریلویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریلویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریلویز پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLViz با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLViz تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLViz را نصب کرده صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLViz همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLViz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLViz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های GLViz دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLViz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در GLViz، شارژ اشتراک GLViz، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گلداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. همکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاست، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 2.3. خب بینندگان گرامی، در خدمت آقای مرتضی برجسته، این هنرمند، این مبارز، این شخصیت بسیار بسیار صادق و دوست داشتنی هستم. میخوام قبل از اینی که این فرصت رو از دست بدیم ما اون اثری رو که اون شب، یعنی روز شنبه در گلندل ارائه دادن، اون رو با همدیگه بشنویم. به نظر من پر اثرترین و جالبترین و تپنده ترین اثری بود که اون شب ارائه شد. هرچند بقیه هنرمندان هم برای من محترم هستن و کاراشون خیلی خوبه و خیلی خوب ارائه شد، ولی این اثر بیشتر به دل من نشست. این برداشت شخصی من هست. با هم میشنویم.
شکوه بیکران، سرای جاودان، همه با هم. ایران نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان. ایران قسم به جان تو، به آسمان تو، به نام نامیه ستارگان تو، به آن خلیج فارس، به آبی خزر که در رهت کنیم ز جان خود گذر. که حافظ تویی ز چنگ دشمنان، به واپسین نفس، به آخرین توان. نیفتد این ستون به چرخش زمان، نخشکد این جنون ز خون عاشقان. به عشق و اتحاد ز پیر و مرد و زن، همه به صف شویم به جنگ اهرمن. ز کرد و ترک و لر، بلوچ و ترکمن، همه به یک هدف، همه به یک سخن. بهار بی خزان، شکوه بیکران، سرای جاودان، همه با هم. ایران نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان. ایران نبینمت اسیر به چنگ دیوها، تبار قهرمان، دیار گیوها. اگر جدا کنم سر مرا ز تن، بلای عزت و رهایی وطن. که عشق مشترک، که خاک مادریست، امید اول و پناه آخریست. بمان به افتخار در اوج اقتدار، همیشه سربلند، همیشه پایدار. بهار بی خزان، شکوه بیکران، سرای جاودان، همه با هم. ایران نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان. کجا؟ ایران. خب امیدوارم که این اثر رو به صورت مستقل آقای برجسته در دسترس بگذارن که همه جا واقعا در دسترس باشه. بی‌نظیر بود. آقای برجسته ترانه رو خیلی سراینده ترانه که بود. من همیشه فکر میکردم که بعد از سرود ای ایران ما هیچ سرودی نداریم که بتونه اون حالت رو ادا کنه برای مردم و تو این فکر بودم که خب یه چیزایی خونده شده در طول این 43 سال، مثلا سرود قاجار رو خوندن، ولی بعد از سرود ای ایران هیچ چیز دیگه ای نداشتیم. من یک آهنگی ساختم و در اختیار خانم فریبا سفری نژاد که ایشون همسر آقای مهدی فلاحتی هستن در واشنگتن و اون شعر دشمن رو هم برای من گفته بودن که فوق‌العاده زیبا بود، در اختیار ایشون گذاشتم و ایشون فوق‌العاده زیبا روی این ملودی که من ساخته بودم این آهنگ رو گذاشتم و دوستان ما که در ایران هستن این رو تنظیم کردن و بسیار قشنگ درست کردن و من خوشحالم که این یک یادگاری از طرف من و خانم فریبا سفری نژاد و دوستان ما در ایران باشه برای آینده ها و این بتونه یک سرودی بشه که مردم بتونن سالهای سال ازش استفاده بکنن. حتما من ویدیوش هم داریم درست میکنیم. اتفاقا بعد از برنامه شما قرار دارم که برم برای انجام کارهای ویدیویش که یه مقدار ضبط کردیم، یه مقدار دیگه هم داریم انجامش میدیم و فکر میکنم تا یه هفته 10 روز دیگه این ویدیوش آماده هست که در دسترس همه بذاریم. البته آهنگو همه جا پخش میکنم چون مهم اینه که هر کسی هر تصویری دلش میخواد روش بذاره و در هر مراسمی دلش میخواد
اجرا بکنه و پخش بکنن و مردم استفاده کنن. مهم خب مسئله مهم برجسته اینجا جا داره که از تلاش ها و افشاگری های آقای فلاحتی هم واقعا نام ببریم و یاد بکنیم که ایشون در طول این سالیان با افشاگری هایی که کرده چگونه دزدی ها و کجروی ها و غارت و عرض کنم حضورتون ظلمی رو که آخوندها به مملکت ما روا داشتن چجوری ریشه اینها رو جستجو کرده و به عنوان یک اینوستیگیتیو ریپورتر، یک به اصطلاح خبرنگار جستجوگر و پژوهشی تونسته مردم ما رو آگاه بکنه از کارهای عجیب و غریبی که این آخوندها کردن طی این سالی. کاملا درسته. ما آقای حجازی در طول این 43 سال گذشته لشکرهای یک نفره خیلی زیاد داشتیم در داخل ایران و خارج از ایران. کسانی که در حتی اسمشون مطرح نشده و اینا سینه هاشون رو سپر کردن، پهلوان هایی که مثل نوید افکاری، مثل ستار بهشتی، مثل همین مهسا امینی، مثل همین آدمایی که در همین چند روز گذشته، در یک ماه گذشته رفتن و تعداد این آدم‌ها در طول این 43 سال از هزاران هزار هم گذشته و اینها به نظر من لشکرهای یک نفره‌ای هستن و همچنین در خارج از کشور مثل همین آقای فلاحتی، مثل خود شما که فعالیت میکنید، مثل خیلی خیلی آدم‌های دیگه که در فریدون فرخزاد، هزاران آدم بودن که در خارج از کشور هم اینها فریاد مردم ایران بودن و فریاد دریچه‌ای بوده که ما باز کردیم که صدای مردم ایران بتونه پخش. ما اینجا آزادانه داریم خب زندگی میکنیم، هرچند که خب به هر حال هر روز فکر میکنیم در خطر هم هستیم، ولی مسئله ای نیست دیگه. انقدر جون ما بیشتر ارزش نداره از اون جوانهایی که اومدن کف خیابون و مستقیم جلوی گلوله ایستادن و میگن بزنین ولی آزادی مملکت ما برگرده، فرهنگ ما برگرده، شرف ما برگرده به وطنمون. کی فکرشو میکرد که یک دختر 22 ساله‌ای از سقز پاشه بیاد تهران برای دیدار دوستانش و بتونه برگ زرینی در تاریخ مملکت ما باشه؟ کی فکرشو میکرد که یک دونه آهنگ، یک دونه ترانه، یک جنبش زنانه ایران بتونه برگ زرینی باشه در تاریخ جهان، ورق بزنه این مسئله رو و بتونه هیجانی در ممالک دنیای اصلا وجود نداشته. من هر چقدر که مطالعه دارم در حد خودم همچین چیزی رو ندیدم که بتونه یک جنبشی در یک مملکتی در یک مدت کوتاهی که مردم با دست و با مشت پا شدن اومدن بیرون در دنیا انقدر اثر بذاره و مردم رو منقلب بکنه. شما در گرد همایی‌هایی که در خارج از کشور برگزار میشه در هر کشوری میبینین که شهروندان اون کشور هم هستن، آلمانی ها هستن، فرانسوی ها هستن و خیلی جالبه که حکومت جمهوری اسلامی متوجه این مسائل نیست، نمیبینه و کور هستش. البته خب خیلی طبیعی هستش که همیشه در تاریخ وقتی شما نگاه میکنید حکومت‌های استبدادی یک شبه سقوط کردن و اینا تا لحظه آخرشون متوجه نشدن که آقا اینا دیگه نابود شدن. جمهوری اسلامی یک درخت بیباری بوده که از روز اول در نهالش در مملکت ما گذاشته شد و امروز اینا نمیبینن که این درختی که کاشتن در اونجا خشک شده، درختی که هیچ ثمری نداده برای مردم و مملکت ما امروز خشک شده و این با یک باد کوچک، با یک حرکت کوچک این فرو میریزه و فرو ریخته و الان البته من خودم زیاد مخالف پرخاشگری و فحش نیستم، ولی شما ببینید این فحش هایی که در عرض این چند وقت نمیدونم توپ تام نفربر مسلسل نمیدونم فشفشه این چیزهایی که درست کردن چقدر بی اعتبار کرده این جمهوری اسلامی رو و چقدر در
دیدگاه مردم و دیدگاه جهانیان. حتی در سوئد در هفته گذشته این یکی از برنامه گذاران تلویزیونی سوئد اینا رو ترجمه کرده و شما ببینید که اصلا یک چنین چیزی اصلا غیر قابل اصلا تصور بوده در تاریخ جهان. من آقای برجسته جای اون رو داره که یادی بکنیم از مسیح علی نژاد، این دختری که از یک ده مازندران آمد اینجا و در عرض مدت کوتاهی زبان انگلیسی رو به راحتی و روانی صحبت میکنه و فعالیت هایی که داشته، از شعرا و نویسندگانی که و هنرمندانی مثل شما و دیگران و هادی خورسندی عزیز و آقای علی پیام هالو که همواره داره مبارزه میکنه و پستایی رو که میگذاره در فضای مجازی ما میبینیم. آقای برجسته، شما در طول این سالیان آثار زیادی رو ارائه دادید که بیشتر همین آثاری بوده که در واقع مثل همین آخرین اثرتون اثرگذار بوده و خوب بوده و با پستی و بلندی های زیادی هم روبرو شدید. من چند مورد رو به خوبی به یاد میارم. شما با دست خالی آمدید یک استودیوی ضبط صدا رو در ولی اینجا گرفتید و با زحمت زیاد که من شاهد بودم و میدونم که چقدر زحمت داشت، چقدر هزینه داشت و با تنگ و دندان تونستید اونجا رو بکنید یه مرکزی برای تجمع هموطنانمون که متاسفانه اگر این همبستگی و این همدلی اون موقع ها وجود می داشت، شما میتونستید اون مرکز رو یه مرکز بزرگ مبارزاتی بکنید و بگذارید در اختیار کسانی که میخواستن بیان اونجا صحبت بکنن. یه تریبونی بود در اختیار افراد که متاسفانه نشد. موضوعی که همونطور که برای خیلی ها اینجا دام گستردند و عده‌ای رو بودند و بردن به ایران کشتند، خبرنگاری رو بردن کشتند و اینجا دامهایی رو که گذاشتن واسه کسانی که اینجا فعالیت سیاسی میکنن. خوشبختانه آنچنان دسترسی به امریکا نداشتن که در اروپا بوده. در اروپا که کارهایی که کردن بی حد و حصر و جنایاتی رو که مرتکب شدن، از جمله در امریکا هم مسئول نموند و یک جوان آمد و حمله کرد به سلمان رشدی و او رو با چاقو قصد کشتن او رو داشت که دستگیرش کردن و بعد یه عده آمدن گفتن نه این خودسرانه عمل کرده به این کار و تحت تاثیر فتوای خمینی نبوده، که اینا کم لطفیه، واقعا کم لطفیه. شما در این ماجراهایی که براتون پیش آمد و بعد یادم هست که پرستوهایی رو به اصطلاح مأمور کردن که برای شما مسئله ایجاد کنن اینجا. ممکنه خیلی مختصر اشاره بکنید به این افت و خیزهایی که باش روبرو بودید و خوشبختانه به نظر من به خاطر صداقتی که دارید، به خاطر اینکه خیلی رو راست هستید و چیزی رو هیچ وقت پنهان نمی کنید، شانس آوردید و خیلی وقتا هم شانس آوردید، واقعا شانس آوردید. من یادمه که یه موضوع دیگری پیش آمده بود که ممکن بود برای شما یه دردسر عجیبی بشه که اون فارغ از مسائل سیاسی بود. نمیرسیم الان بخوایم به همه اینا بپردازیم. ممکنه خودتون خیلی کوتاه به این مشکلاتی که واسهتون پیش اومده اشاره بکنید. خیلی مشکل آقای اجازی که من وقت کمی داریم به پایان برنامه. 40 سال مبارزه خودم رو 41 سال شده بتونم در چند دقیقه خلاصش کنم. هر کدومش از اینا برای من یک داستان و یک زندگی بوده. به هر حال حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور سرمایه گذاری بسیار بسیار زیادی در قشرهای مختلف، در جهتهای مختلف کرده، کما اینکه
پولهای بسیار زیادی رو که نایاک اینجا خرج میکرد و هنوز هم دارن خرج میکنن و لابیگری هایی که میکنن، گرفتاری هایی که برای افراد خارج از کشور همونطور که اشاره کردیم در اروپا، برای من هم خب به سهم خودم این کارو کردن. مثلا من یک صفحه اینستاگرام داشتم با حمله های سایبری بسیار زیاد، این صفحه رو قطعش کردن. الان یک صفحه جدید درست کردن 2 مرتبه که یواش یواش داره رشد میکنه. ما مسئول نیستیم اینجا. اینا حمله های زیادی کردن. از یک طرف خب ناراحت کننده هستش، از یک طرف هم برای شخص من خوشحال کننده است که فعالیت های من انقدر میتونسته اثر بذاره در داخل کشور، در یک حکومتی که اینها بیان برای من پاپوش درست بکنن، برای من پرستو بفرستن، برای من وسایلی بفرستن در استودیوی من که اگر این جعبه‌ای که برای من فرستاده بودن که پر از تریاک بود، اینا رو باز میکردم و میدونین که دیگه تا آخر عمرم گرفتار میشدم. و خوشبختانه یک معجزه شد که من زنگ زدم به پلیس و اینا اومدن. حالا داستانش خیلی مفصله که ممکنه در این چند دقیقه نگنجه و من مسئول نبودم. خواهیم پرداخت آقای برجسته حتما. و من وقتی که خانه فرهنگ رو افتتاح کردم که با چنگ و دندون در 13 سال به خفت ترین برنامه ها تن در دادم که بتونم اونجا رو نگه دارم. به من میگفتم بیا در دمم چلو کبابی فلانجا بخون، به خاطر اینکه قسط ماهیانه این خانه فرهنگ رو بدم تن در میدادم، میرفتم میخوندم که قسط اینجا جور بشه. متاسفانه اون هم داستانهای دیگه ای داشت که خانه فرهنگ رو نتونستم نگرش دارم و گرفتار شدم. مردم این کارهای فرهنگی و کارهای بنیادی و اجتماعی احتیاج داره که مردم بیان کمک کنن، مردم قدم بذارن جلو. اگر همکاری مردم نباشه خب نابود میشه. یک نفر آدم، درسته من یک لشکر یک نفره بودم و هستم برای خودم، ولی چقدر میتونم دووم بیارم؟ چقدر میتونم این بارها رو تحمل بکنم؟ به هر حال یک روزی انسان میشکنه. و من الان بنیاد هنرمند رو درست کردیم به اتفاق یک تعداد دیگه، آقای سمنانی و یه سری اندی و یه سری دیگه از دوستان. و من الان حداقل خواهش میکنم که مردم بیان به این بنیاد کمک بکنن که ما بتونیم فعالیت‌های نه سیاسی، حداقل فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خودمون رو ادامه بدیم. کما اینکه در 5 سال گذشته دکتر گرفتیم برای کسایی که لازم داشتن، خونه گرفتیم، قبر خریدیم، مراسم برگزار کردیم و این کارهایی هست که با یک نفر و با چند نفر نمیشه. مردم باید بیان کمک کنن، مردم باید بیان دست کمک بدن و همراهی کنن، همیاری بکنن تا اینکه بتونه این بنیادها به ثمر برسه. بله خب من هم گرفتاری داشتم بسیار بسیار زیاد، ولی واسطادم. خوشحالی من از این هستش که فعالیت‌های من حتی در همین صفحه اینستاگرام من همین امروز باورتون نمیشه آقای، امروز داشتم فکر میکردم، مرور میکردم کارهای خودم رو، آهنگ‌هایی که خوندم، اومدم دیدم که مثلا دایه من کی 41 سال پیش دایه رو خوندم. و این همسری ما اینو درست کرده بود، اون بله. نوازنده لوری که این رو ساخته بود و با کمونچه میخوند خودش. بله یادتون هست سقایی خونده بود. من امروز دیدم که آهنگ شب جنگه چقدر حرف امروز، داروغه چقدر حرف امروز، جنگ چقدر حرف امروز، قطار چقدر حرف امروز. و اینها رو داشتم مرور میکردم، میدیدم که خب من اولین سرودی که خوندم جان فدا کن خون بپا کن در 39 سال پیش هیچ کس جرئت نمیکرد حرف این چیزها رو بزنه. همه فکر میکردن که این حکومتی که اومده یک حکومتی است که در موقع جنگ دیگه داره یه کارایی میکنه. من همون روز آهنگ جان فدا کن خون به کشور چنگ ملا رها کن رو خونده بودم. من فکر میکنم در حد خودم، در حد توانایی خودم، در حد یک انسان، در حد یک ایرانی حق خودم رو ادا کردم و هنوزم که هنوزه تا اون روزی که بتونم برم در ایران، امیدوارم که اون روز بشه. و یک دونه آهنگ آرزوم اینه که من بتونم در استیجی که در
میدان شهیاد برگزار شده من بتونم اونجا یک دونه آهنگ برای مملکتم بخونم و همین آرزوی من هستش و فعالیت خودم رو هم ادامه میدم. و درود و سپاس به متوجه شما و برای جناب عالی و آقای سمنانی و یارانشون و اینکه واقعا آقای سمنانی و این نهاد احتیاج به همیاری و همکاری دارند. این رو الان وقتش هست که بیشتر فعال باشیم درش. متاسفانه آقای برجسته وقت ما تموم شد. وقت همیشه کم میاریم. انشالله در فرصتهای بعدی با شما خواهیم بود که در مورد نکاتی که مطرح شد مفصل توضیح بدید. با کمال میل در خدمتتون هستم. به امید آزادی از جناب عالی تشکر میکنم. از بینندگانی که لطف کردید با ما بودید سپاسگزارم و در پایان از امیر شهرتی که مثل همیشه به موقع و بهترین ها رو برای کمک به برنامه ارائه داد. روز و روزگار به شما. تشکر.